سلام بچه ها، خوش اومدید به یک ویدیو جدید. من مستر گاست هستم. امروز اومدیم یک ولاگ روزمرگی واسهتون بگیرم که من در این ولاگ میخوام راجع به کارهای روزمرگی خودمون بذارم که در اون اتفاقایی که مثلا در روزها آینده یا امروز قرار بیفته رو براتون ویدیو بگیرم. از اون جایی که فعلا اتاق من یکم به هم ریخته و نامنظم و نامرتبه، میخوام اتاق ما تمیز کنم، به دلیل اینکه من خیلی نامنظم باشم، نه به دلیل اینکه بعضی امکانات فعلا فراهم نیست توی خونه ما، مثلا که همواری خونهمون در حال بازسازیه و سعی میکنیم که اون رو تعمیر کنیم. بعضی از وسایل‌ها مجبور شدیم که داخل اتاق خونه ما هم بذاریم و قرار ویدیویی هم طی شاید امروز یا فردا و اینا هم بگیرم از گردش و تفریح خودم بگم که بتونم اون رو بذارم بیرون و یکم حال هواش رو عوض کنم، چون خیلی مدته که نبردمش بیرون. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. خب چطور شدم به نظرتون؟ میاد یا نه بچه ها؟ چطور شدم به نظرتون بچه ها؟ حتما تو کامنت ها بهم بگید از 1 تا 10، خدایش 0 نباشه و از 1 تا 10 تو کامنت ها حتما بهم بگید بشم چطوری شدم. کجا رفتیدی؟ سلام خوشگله بچه ها. همونطور میبینی اگه من یکم زوم کنم میبینی که بارون نم نم یکم شدیدتر شده و داره میاد پایین. چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ از اینا میخوای؟ خوراکی میخوای؟ از اینا میخوای؟ میخوای؟ بیا بیا اینجا بیا بیا بیا. نمیدم بهت، نمیدم. دست بده، دست بده، دست بده. خنده میکنی کیری خرف کون کس کارگر افغانی مظلوم گروده. دست بده فعال بر یه دستی بده. A few moments later. بیا گیل، بیا اینجا. ایت بیا سری گیل. خسته شدی؟ خسته شدی؟ صدای چیه؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟
بچه ها همونطور که می‌بینید فکر کنم یک هفته گذشت و رانندگی توباگو ما رو می‌کشی از یاد پرت می‌کنیم پایین. الان داریم میریم یه جایی جشنواره کلا محلی و سنتیه، بریم که ببینیم چه چیزایی آورن. معمولا صنایع دستی و سنتی و ایناست. مشکل نیست همینجا بنداز. چه خوش اومد شدالرکش متأکد دارم آوردم صنایع دستی و لباس و ایناست. حالا میریم خوراکی هم دارم، میخوام دور کنیم بعد ویدیو براتون میزنیم. لایک هم فراموش نشه. You are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day, in the light of day. When we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day, in the light of day. بچه ها رفتن پیش یه خانومه گفت گمده میشه ویدیو نگیر حساتون نیم تمیسی گذاشتم. یکی از نیمه خوشمزه جنوبی بندر عباس به اسم نیمه تمیسی، خیلی هم خوشمزه است. با تخم مرغ و پنیر و روغن اینا. بچه ها این کیک خوشمزه رو داخل گرفتم 50 تومن، خیلی خوشمزه است. از اون جشنواره که اینجا بوده و امروز روز دومه. خیلی هم شلوغ بود. یه مراسمی هم داشتن که اگه شد براتون میذارم. فکر کنم قبل از اینکه این صحبت کنم واسه تو میذارم. مزه‌ش هم فکر کنم خیلی خوشمزه. شیرین زیاد نیست، سنگین هم نیست، به دل میشینه. میتونی مثلا با نوشیدنی چیزی بخوری. خیلی هم خوشمزه و بسیارم عالیه. آقا بچه ها اینجا یک مکانیه، ما بهش میگیم هجله در جنوب، هجله حنابندوم. همونطور که میبینید حنا رو در سینی گذاشتن و عروس و دوماد معمولا در شب اول عروسیشون میان اینجا و حنا رو در دست پای عروس میگذارن و دوماد کلا توی دست پای هر دوشون میذارن که خوشیون باشه و زندگیشون کنار همدیگه پایبند باشه. ولی اینجا به خاطر اینکه یک نمایشگاه و رسم نمادینی که نمایش گذاشتن دوماد وجود نداره و همطور که در تصویرهای بعد میبینید فقط عروس اونجا حضور داره و همینطور حنا رو به دست پای عروس میگذارن. I hold you close in the night.
آقا ممنون، مرسی که تا آخر این ویدیو من رو دنبال کردید و تا لحظه آخر این ویدیو رو دیدید. حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، اگر هم دوست داشتید دوستانتون معرفی کنید منم. و اینکه بعد از این ویدیو، بعد اینکه 2 هفته از این ویدیو گذشته، یه اتفاق بسیار جالب افتاده، خیلی بامزه و اینا، که آخر ویدیو براتون میذارم. تا ویدیوی بعدی، بدرود. DJ.